رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الشهداء خمسه، شهدای امت من 5 تا هستند. المطعون، اتفاقا اولیش همین رو بیان فرمودن، کسانی که به انواع بیماری های واگیردار میمیرن، از جمله طاعون، وبا، کرونا. این درجه از شهادت میبره. در مقابل انسانهای بیدین ما گفتیم برای این عذاب خداست، ولی برای انسانهای مؤمن رحمت هست. شاید سوال بکن مگر می شود یک چیز هم رحمت باشد هم عذاب؟ بله می شود. شما فرزند خودت را سینی میزنی، این رحمت است. گوششو میتابونی، این رحمت است. ولی وقتی با یک دشمنت در میفتی میخواد رو عذاب بکنی، به خصوص پرستاران عزیزی که توی چند روز من شنیدم بعضی از اینها شهید شدن، واقعا به خانواده‌هاشون تسلیت و تبریک میگم. تسلیت به خاطر این غم، به خاطر این درد، به خاطر این رنج که عزیزشون از دست دادن، ولی که تبریک به این که این عین شهادت است. هم به خاطر جهاد در راه خدا برای نجات بیماران، این جهاد است. اون دختر خانومی، اون پسر جوانی که در بیمارستان با وجود این که میداند خطر است، میدان جنگ است، اونجا میره و جانفشانی میکنه، دلاوری میکنه برای نجات برادر و خواهر مؤمن و یا حمله خودش. جهاد در راه خداست و اگر بمیرد شهید است. و دوم اینکه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که با بیماری کرونا و یا وبا و طاعون از بین میرود و از این دنیا رحلت میکند، اون شهید است.